میگه مامان میخوای اتاق من بیای در بزن. در چی بزنم؟ مگه تو اونجا چیکار میکنی؟ بابا هیچ کاری نمیکنه، حریم میخواد. این اولین رشد جنگجوه، حریم. من مرز پیدا میکنم امیرعلی و به تو میگم لطفا سر مرز مجوز بگیر، همینجور نیا تو در رو از این ور میخوام قفل کنم، این مرز منه. این اولین منطقه تولد جنگجوه. وای، و پدر مادرها با این نقطه از مرحله بلوغ چی کار دارن میکنن؟ یعنی جایی که اون بچه داره شروع میکنه مرز رو یاد بگیره و مرز خودش رو تعیین بکنه، پدر مادر اصلا میاد بهش میگه که تو نباید داشته باشی. و اصلا یه جایی امیرعلی در رو یهو باز میکنه. خب منم باشم اینجوری میشم، چیکار میکردی که اینجوری شدی؟ چیکار کردی؟ یا مثلا لای در رو باز بزنیم ببینیم و بعد ما اینجوری حریم ها رو میداریم، بعد میگیم چرا این بچه‌مون ضعیفه، چقدر اعتماد به نفسش پایینه. خب بابا استقلال منطقه زیربنایی اعتماد به نفسه. تو این از ریشه جنگجو رو زدی.